سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بچه ها، من داشتم ویدئوی جمع‌بندی فصل یک فیزیک دهم رو ضبط میکردم و دیدم یه سری جاها یه سری مسائل مربوط به ریاضی هست که یه سری بچه ها ممکن بلد باشن، یه سری ها ممکن یادشون رفته باشه و اگر من تک تک این موارد ریاضی رو بخوام تو ویدئوی جمع‌بندی فصل یک فیزیک بگم، خب از یه طرف تایم ویدئو خیلی زیاد میشه و از طرفی هم خب یه سری بچه‌ها ممکنه اونا رو بلد باشن. در نتیجه تصمیم گرفتم یه ویدئو جدا براش ضبط کنم که تو این ویدئو در واقع بیام حالا ریاضیاتی که تا اینجای کار نیاز دارید برای فیزیک رو یه توضیح و جمع‌بندی کلی داشته باشیم با هم و حتما شما باید این ریاضیات رو بلد باشید برای اینکه محاسباتتون در واقع توی سوالهای فیزیک به درستی جلو بره. خب ما اگر بخوایم شروع کنیم، اول از همه که شما در واقع باید این اعداد رو بدونید، یعنی اینکه توان 10 دقیقاً منظور چیه و به چه شکل است. من حالا بخوام اینا رو بنویسم، بذارید همین طرف باشه. خب وقتی که ما توان مثبت داشته باشیم، یعنی حالا مثلا از خود همین مثال کتاب بخوایم استفاده کنیم، 2/8 ضرب در 10 به توان 20. این یعنی چی؟ این یعنی این که اگر حالا بخوایم به شکل عدد کلی بنویسیم، یه دونه 2 که از قبل داشتیم، یه دونه 8 بعد ممیز داریم که میاد اینجا و ممیز از بین میره و خب الان به ازای هر ممیزی که از بین میره یه دونه از این توان کم میشه، یعنی این الان میشه 28 ضرب در 10 به توان 20. و باز اگر بخوایم بنویسیم، هر صفری که اضافه کنیم یه دونه از توان این کم میشه، یعنی این میشه 280 ضرب در 10 به توان 19. دوباره همینجوری اگر که ادامه بدیم، 2800 ضرب در 10 به توان 18. دوباره مثلا یه صفر دیگه میتونیم اضافه کنیم، همینجوری الی آخر تا جایی که ما یه دونه 28 داریم و 20 تا صفر جلوش. حالا الان خیلی زیاده اینجا، در واقع 20 تا صفر جلوش داریم که چرا 20 تا صفر؟ ببینید توان 21 بود، یه دونه ممیز داشتیم، یه دونه از توان رفت برای از بین بردن ممیز، بقیهش به شکل صفر اومد جلوش قرار گرفت. خب دوباره اگر بخوایم مثال بزنیم، مثلا میایم سراغ این. خب داریم 3 ممیز 84 ضرب در 10 به توان 8. خب اینجا چجوری میشه؟ اینجا 2 رقم بعد ممیز داریم، پس 2 رقم از این توان کم میشه، یعنی میشه 384 ضرب در 10 به توان 6. اینجوری الان با این ضرب در واقع ممیزها از بین رفت. و حالا اگر که بخوایم کلا این دهه اینجا نباشه، خب همون 384 میشه با 6 تا صفر جلوش، یعنی در واقع عدد ما این شکلی. خب یه وقت ممکن توی سوال عدد رو اینجوری بهتون بدن، یعنی یه عدد باشه ضرب در 10 به توان یه چیز. یه وقتی ممکنه یه عدد بهتون بدن، حالا الزاما هم نباید بزرگ باشه، مثلا ممکنه به شما بدن 1300 و مثلا 55 و بگن که اینو به این شکل بنویسید، یعنی ضرب یه عدد ضرب در حالا 10 به توان خورده. دقت هم بکنید همه این عددا یه رقم دارن، ممیز و ادامه یه رقم. اگر که اینجوری بخواید بنویسید، خب ما می‌خوایم یه ممیز اینجا باشه دیگه. چند رقم داریم میایم اینور؟ 3 رقم. پس میشه 1 ممیز 355 ضرب در 10 به توان 3. کلا هر تعداد ممیز که بخوایم این سمت بریم، اینجا به توان اضافه میکنیم. یه سری بچه‌ها حالا توان مثبت منفی رو ممکن قاطی کنن که خب ما الان 3 رقم میریم اینور، اینجا توان باید مثبت 3 باشه یا منفی 3 باشه. من به بچه‌ها میگم نگاه کنید ببینید کدوم عدد بزرگتره. یعنی من در واقع الان بخوام بگم، ببینید ای بابا، عدد ما بود 1355 و الان عدد 1355 بزرگتره یا 1 ممیز 355؟ خب قطعا این عدد بزرگتره، یعنی این عدد 1 خورده ایه، این عدد 1000 خورده ایه. خب این عدد بزرگتره. وقتی که ما یه عدد بزرگ رو داریم مینویسیم ضرب یه عدد کوچیک، پس اینجا باید یه عدد بزرگ داشته باشیم. یعنی
مثلا شما اگر دارید می‌نویسید 12 مساویه، خب 2 ضرب در 6 وقتی 2 کوچیکه 6 باید بزرگ باشه قطعا. یا مثلا اگر دارید می‌نویسید 12 در واقع مساویه مثلا 12,000، خب این باید ضرب در یه عدد کوچیک بشه، یعنی باید بشه ضرب در 100. خب 100 عدد کوچیکیه، این عدد بزرگیه. همیشه اینجوری حالا بهش نگاه کنید و متوجه میشید که در واقع این توان باید مثبت باشه یا منفی. اگر به یه عدد بزرگ میخوای برسی توان مثبت بذار، اگر به یه عدد کوچیک میخوای برسی توان منفی بذار. این الان در واقع توان منفی دیگه، یعنی این همون 10 به توان منفی 2. اینم یادتون باشه این منفی ها که هست یعنی 10 توی مخرجه. حالا اینم اگر بخوام بنویسم اجازه بدید. خب اگر که حالا اینو بخوایم بنویسیم، هر جا 10 به توان منفی دیدید، 10 به توان منفی هر چی، حالا مثلا 2 3 4 5 هر چی، هر عددی که بود، کلا وقتی که توان منفی داشت یعنی 1 به روی 10 به توان 5. خب این چقدر میشه؟ میشه 1 با حالا 5 تا صفر جلوش. اینه که عدد خیلی کوچیکیه، همینجور که میبینید کسریه که مخرجش خیلی بزرگه. و حالا اگر که در واقع بخوایم از این ور مثال حل کنیم، اینجا میبینید توانهای منفیه، میبینید چیزهای کوچیکی هم هست، مثلا طول بدن مگس یا گرد و غبار یا در واقع سلول موجود زنده و چیزهای خیلی کوچیک رو میبینید و میبینید که تواناش هم منفیه. خب بچه‌ها ببخشید ویدیو یه لحظه قطع شد. خب من حالا اول از یه مثال ساده تر بخوام براتون بگم. 1/10 ضرب در 10 به توان منفی 5. اینو به چند مدل میتونید بنویسید. حالا من آخر در واقع این مبحث یه راه حلی بهتون میگم که خیلی سریع‌تر. اینا رو حالا میگم که اگر بخواید بیسش رو کامل متوجه بشید استفاده بکنید، اگرم که حالا یه روش در واقع رمزی برای خودتون بذارید، اونم در واقع بعد از حالا اینکه کامل اینو گفتم میگم. اینو در واقع به مدل‌های مختلف میتونید بنویسید. میتونید بنویسید که ببینید اول حالا اگه بخوایم ممیز رو 1 ببریم این برتر، یعنی این بشه 11 صدم، این توانش یکی تغییر میکنه، یعنی میشه -4. دوباره اگه یکی دیگه ممیز رو بیاریم این بر، این میشه 11,000 ضرب در 10 به توان -3. دوباره همین روند رو میتونیم ادامه بدیم، یعنی یه صفر دیگه اضافه میکنیم، یه دونه از این تغییر میکنه و -1 و در آخر حالا این 10 به توان از بین میره. خب که این میشه 10 به توان 0 که 10 به توان 0 مساوی 1 که ما دیگه اینو نمی‌نویسیم. خب پس ما این عدد رو به این شکل تونستیم بنویسیم. چجوری؟ حالا هم از این میتونید به این برسید، هم از این میتونید به این برسید. از این عدد بخواید به این عدد برسید که نشونتون دادم و حالا بخوایم بگیم، ببینید اینجا 10 به توان -5 داشتیم، پس ممیز رو 5 رقم آوردیم. هر رقمی هم که نداشتیم، ببین اینجا 1 رو داشتیم، خود 1 رو آوردیم، دیگه بعد از یک عددی نداشتیم 0 گذاشتیم. اگر حالا ارقام دیگه اینجا بود، مثلا چه میدونم بود 1956 مثلا، بعد میخواستیم اینجوری بنویسیمش، مثلا یه 7 هم اینجا مثلا میخواستیم بنویسیم ضرب در 10 به توان -4، هر بار یه رقم می آوردیمش اینور، یعنی دفعه اول حالا میشد 1900 در واقع 1195 ممیز 67 و حالا به طور کلی بخوایم بنویسیم این 4 تا بیایم اینور، خب 1 2 3 4 تا رقم همینجا داریم، مثلا دیگه نیاز نمیشه صفر بذاریم و عدد اینجوری میشه. پس اگر رقم این ورش بود شما هم این رقم ها رو میذارید، اگر رقم این ورش نبود به جاش 0 میذارید و به این شکل حالا میتونید بنویسید. و
حالا اینکه عددها رو در واقع اینجوری می‌نویسن برای سادگی کاره. یعنی خب اون کجا شما بخوای مثلا یه ممیز بذاری و 5 رقم 10 رقم اینجوری صفر یا حالا اعداد مختلف داشته باشه، اون کجا بیای حالا به این شکل بنویسی و یه 10 به توان بذاری. این خیلی کوتاه‌تر و سریع‌تر خونده میشه. پس در واقع این برای راحتی کاره و صرفاً کافیه که شما اینو بدونید که در واقع مازاد ریاضی چجوری انجام میشه که من الان براتون توضیح دادم. اگر که حالا یادتونه اینمونه یا اسم میکنید ممکن قاطی کنید. من در واقع توصیه‌ام و ترجیحم اینه که بچه‌ها هم یاد بگیرن، یه چند تا مثال حل کنن دستشون میاد. خب بچه‌ها ببخشید یه لحظه ویدیو رو قطع کردم. خب ببینید بعضی مثلا اینجوری بر خودشون رمز میذارن که ما این ممیزو که داریم میخوایم این سمت ببریمش یا این سمت ببریمش. بعضی از بچه‌ها اینجوری بهتر یادشون میمونه، ولی من خودم با روشی که قبلش گفتم اوکی تر بودم. حالا شما با هر کدوم که راحت تر هستید. خب میگن ما اگر خواستیم ممیز رو بیاریم این ور، یعنی بیاریمش سمت چپ، چیکار میکنیم؟ بذارید کجا بنویسم؟ اینجا 10 به توان. اگر خواستیم ممیزی که بیاریم این ور، در واقع ضرب در 10 به توان منفی میکنیم. اگر خواستیم یکی بیاریم این ور، ضرب در 10 به توان مثبت میکنیم. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر حالا همین رقم بخوایم ممیز رو چند تا بیاریم، مثلا 1 2 3، مثلا اگه خواستیم 3 رقم بیاریم این ور، یعنی بشه 1 ممیز 12. خب اینو چجوری می‌نویسیم؟ آوردیم این ور، پس 10 به توان مثبت باید بزنیم. چند تا آوردیم این ور؟ 3 تا آوردیم این ور، پس میشه ضرب در 10 به توان 3. و این یکی حالا اگر آوردیم این ور منفی میذاریم. مثلا اگه میخوایم 2 تا بیاریم این ور، عددمون میشه ممیز 2. اینو میذاریم 10 به توان 2 تا آوردیم این ور، پس میشه منفی 2. و ضربم بکنید منطقیه. میبینید که اگر اینو ضرب در 10 به توان 3 بکنید، باز ممیزش 3 تا میاد این ور، به همین عدد میرسیم. یا اینو ضرب در 10 به توان منفی 2 کنیم، ممیزش میاد این ور، به همین عدد میرسیم. و اگر بخواید من ضرب کنم، حالا دیگه دارم تمام جزئیاتش رو در واقع میگم توی این ویدیو. حالا اگر که بخواید بنویسیم که مطمئن بشید همینطوره، ببینید ما الان یک ممیز 15 ضرب در 10 به توان 3 1000 میشه دیگه. بکنیم اینو خودتون الان تو ماشین حساب بزنید، میبینید که جوابش میشه همون عددی که اینجا داشتیم. و باز این یکی هم همینطور. این یکی هم اگر میشه 1/100 دیگه در واقع. انجام بدید میبینید که 2 تا به ممیزش اضافه میکنه. یعنی هر چقدر صفر که توی مخرج باشه ما به صورت ممیز میذاریم اینجا. اگر اینجوری صفر داشته باشه، ما خب یه عددی در واقع بزرگتر از قبل میگیم، که خب منطقی هم هست دیگه. اینجا ببینید در واقع داره تقسیم بر 100 میشه، باید یه عدد کوچیک‌تر بشه. اینجا داره ضرب در 1000 میشه، باید یه عدد بزرگتر بشه. شما 2 رو ضرب در 1000 کنید میشه 2000، یه عدد بزرگتر شده. 2 رو تقسیم بر 100 کنید، یه عدد خیلی کوچیکی بهتون میده، میشه 200. پس حالا اینجوری در واقع هم مفهومش رو بفهمید، هم حالا بعضی با رمزگذاری بهتر یادشون میمونه. اینو دیگه یاد گرفتید و دیگه حالا از این جهت بلد باشید، مشکلی توی محاسباتتون پیش نمیاد. بریم جلوتر. اینم دیگه حالا چه چیزهایی بود که در واقع میخواستم توضیح بدم برای بچه‌ها. می‌بینید معمولا هم توی فیزیک عددا رو اینجوری نشون میدن. اینو بلد باشید که منظور رو متوجه بشید، دیگه اشتباه نمی‌کنید توی خیلی از محاسبات. خب بریم پایین‌تر. اینجا هم که همون شکل باز می‌بینید که این عددا خیلی پر کاربرد هستن توی فیزیک. دیگه چه موردی بود که من به بچه‌ها میگفتم؟ یه موردی بود، حالا این نمیدونم اینجا بود یا جلوتر بود، ولی یه بحث هایی در واقع مربوط به
محیط و مساحت و اینجور چیزا بود که حالا اگر من اینجا پیدا کنم براتون میارم، اگر نه توی بحث چگالی قطعا با این موضوع مواجه میشید.